هم دوستان، یک تحلیل دیگه و یک پوزیشن های دیگه که چیز میکنیم براتون از یورو یو اس دی، طلا، نقره، پوند به یو اس دی و یو اس دی ین ژاپن. بچه‌ها اولیا رو همه رو گفتیم بای شد. دیروزم مخصوصا سیگنال دادیم 17 هم. گفتیم که یورو اسلاش داده، طلا اسلاش داده، پوند اسلاش داده، نقرم اسلاش داده، میخواد پرواز کنه. مخصوصا یورو رو استوری هم کردیم و پرواز هم کرد. چه سود خوبی داد بچه ها. ببینید سودش اینه ها 54. البته ببین یه افتریزش کرده اومده پایین، نزدیک 54,000 تا 60 تا این حدودا داشتیم. بچه ها یورو یو اس دی یه دونه نقطه داره که خیلی حساسه. یک، به علت عددی که هست روی 1.09969 بسیار عدد حساسیه. دو، به خاطر این دوجی که دوجی حالت بایه، کندل ما بین دو تا کندل سل یه دونه زده، هم دوجیه هم که کندل مخالفه. بچه اولش همون جایی بود که گفتم رد بشه که شد و پرید بالا. دومش که آخرش که همون عددی که هست که خیلی حساسه و اگر اون بالا رو رد بکنه این محدوده رو بچه نگاه کن، این محدوده 1.9363 معذرت میخوام. ببین این عدد قرمزه بچه این عدد قرمزه 1.09969 اون 63 که گفتم بچه روی حال حاضرش بود، معذرت میخوام. بچه این محدوده رو رد بکنه یه بای خوشگل دیگه میده، البته تایید بده بچه ها، و اونجا رو من خیلی بعید بدونم که رد بکنه و احتمال داره از اونجا یه دونه سل بشه، احتمال داره، چون عدد حساسی هست و دارم میگم بچه ها. یک عدد بسیار حساس ریاضیه. حالا من دارم روش بررسی میکنم، الان دارم بهتون میگم، فعلا رو تسته بچه. از اونجا احتمال داره برگرده و چون طلا یه جای حساسی هست که الان بهش برخورد کرده تو تایمای پایین، حالا میرسیم به اون، به توضیح میدم براتون. یورو یو اس دی احتمال داره تا اونجا بره و از اونجا یه سل خوشگل بهمون بده، احتمال داره بچه‌ها. نرین چیز کنین، اگر من اونجا ببینم کندلایی که مورد تاییدم باشه استوری میکنم که بگیرید. حالا بریم روی نماد دیگه، اونجا هم بهتون توضیح بدم بچه. این یورو یو اس دی بود که تا اونجا احتمال قوی برود، حالا هیچ اتفاقی نیفته، خبری نباشد و فلان، باید به اونجا ببینه. اونجا جای حساسی هم هست و احتمال برگشتش و سل شدنش اونجا خیلیه و زمانش برسه بهتون میگم. بریم نماد حالا طلا، نقره، هر کدومی شد بعد از این رو براتون بگم. بچه طلا خانوم هم اومده روی محدوده 216986. بسیار نقطه حساسیه. ببین گذشته ای نداره بچه ها، فقط رو اعداد من الان دارم تمرکز میکنم و بهش واکنش نشون داده. الان تایممون 7 است، تو تایم 1 ساعت ریزشه، تو تایم 1 ساعت بچه ها. اینجا هم جای حساسیه، نمیگم میشه سل، تو تایم 1 ساعت سل شده ها بچه ها، ولی اینکه مهمه که این عدد رو رد کنه و اون بالای اون تایید بده و صعود اون از این به بالا خیلیه، بره عدد بعدیش 2199 قطعاً به اونجا هم واکنش نشون میده. بچه ها ببینید ما از 2102 بایی داریم، پله هم همینجور ورود کردیم دیگه و الحمدلله همش تو سوده دوستان. اینا یه نکته های آموزشیه بچه ها، اینا یه چیزاییه که من واقعا بعد از گذشت 4 سال بهش رسیدم دوستان و یه سود خوبی رو طلا گرفتیم، حدود 300 250 تا 500 هزار تا ما رو هر اون نماد پایینی ها، پوزیشن پایینی همون سود گرفتیم. 70 80 تا هست اون بالایی ها. من آخریه که روی 51 اینا بود سیو سود کردم و احتمال داره که اگر ببینم واقعا واکنشش خیلی چیز باشه ببندیم. بریم نماد نقره رو ببینیم چی به چیه، تو چه اعدادی هست و اگر گذشته داشته باشه گذشتهشو ببینیم. طلا الان گذشته نداره، یعنی دیگه رفته بالا. نقطه‌ای که بالاشه بزنی گذشته نداشته باشه دیگه باید رو اعداد فکر کنیم. بچه ها نقره خوشگل و پولساز مثل S&P، یعنی
ترید کردن روش سود خفن و ضرر خفن داره بچه. نقره بچه ها رو 24 837 25 276 و عددهای بالا. روی این 24 837 عدد مهمیه، انتهاش هم که همون میشه 25 276. یا ابتداش یا داخلش یا انتهاش باید یه واکنش داشته باشیم بچه. اینا خیلی خفن سود داده. ما خیلی وقت باز داریم پوزیشن رو از 23 758 باز داریم، پایین ترش زدیم، تو ما بینش زدیم، اومدیم یه پله رو 23 997 یک نقطه بسیار حساس بای زدیم، دوباره درست اومده بهش شادو زده رفته بالا بچه. یه ذره بالاتر زدیم، دیروز هم که سود بوده، امروز هم که سوده بچه ها. این عدد تا اینجاها بیاد من یه مقدار خالی میکنم یا میبندم، بستگی داره به پوزیشنم. اونجا کندلی ببینم، ارزم به حضور واکنش ها رو ببینم، تایما رو چک میکنم، تا اونجا احتمال داره بیاد بچه ها. من خیلی بالاتر از اونا گذاشتم، اون رد کنه، اون یکی اونا رو رد کنه، خیلی خیلی بالاتر از اینها نقره خواهد رفت. البته برگرده به همین نقطه چیزی که این کندل بچه ها. ببینید این کندل برای برگشت اینجا میتونید بای بگیرید، یعنی 24 236 بچه ها. این کندلی که این وسط گذاشتن که دوباره بای کنن دوستان و جای حساسیه. اینا رو میگم نکته های آموزشی دوستان ها، بگیرین اینا. یه دوره بعد برین که بهتون $10,000 بهتون بفروشن، بعدن که بگن که بچه ها بهتون یاد دادیم چی به چی، اونم اگه تازه بفهمه بهتون بگه. دوستان نقره هم تا اون حدود میاد، داشته باشین بچه ها. ببین اینی که میگم مستقیم شاید همین امروز بره بزنه تاچ کنه برگرده، احتمال داره تو 2 روز 3 روز طول بکشه. مونده به چیز دیگه، اخباری که میگن، معادلاتی که هست دوستان. اینم نقره بریم رو پوند و یو اس دی ین ژاپن. اینم پوند خوشگل، حال حاضرش 1.28 265 بچه. جای حساسیه، اگه بخواد برگرده احتمال داره از اینجا برگرده، رد بکنه اینجا رو بچه. 1.31 324 1.35 458 این عددهایی که میگم از اینجا احتمال برگشت داره. و 1.38 589 1.40 217 بچه. سودی که کردیم بچه یه دونه بست ما رو و سودی که کردیم نزدیک 82,000 تا 82,600 تا بچه ها. بریم یورو یو اس دی و یو اس دی ین ژاپن و ان زد دی. یورو یو اس دی رو فکر کنم گفتم بچه ها، ببینم اگه نگفته بودم براتون میگم. ولی نماد بعدی یو اس دی ین ژاپن و ان زد دی که اصلا یادمون رفته زدیم، مثل یورو یو اس دی خیلی خفن بهمون سود داده. بریم ببینیم پناهر خدا بعدی رو براتون بگم که چه اتفاقی براش افتاده. و این ارزم به حضور شما که یو اس دی ین ژاپن حال حاضرش 147 516 بچه. جای حساسیه، بهش نوک میزنه و رد بکنه میاد رو عدد 145 ممیز 165، بعدیش 142 ممیز 905 و بعدیش 141 ممیز 911 بچه. حول و حوشه. ارزم به حضور شما که بذار ببینیم چقدر سود کردیم بچه ها. یو اس دی ین ژاپن پیدا کنیم. یو اس دی ین ژاپن بله 3-4 تا داریم بچه. 211 تا 188 تا اینا 147 ممیز این عدد 186 تا 213 تا 220 تا و این سودمون بوده. ریزشمون هم ادامه داره بچه ها. اومد پایین این عدد رو رد کرد، پناه بر خدا انشالله که بیاد تی پی آی بعدی رو تاچ کنه. تایممون بچه ها هفته است. ببینید چه ریزش خوشگلی داده بچه ها. بس اینجوری هم باشه طلا میره بالا بچه ها. عدد بعدی انشالله 145 165. بریم ببینیم تا اونجا رو تاچ میکنه. یعنی طلا رو عدد خیلی حساسی اگر رد بکنه یعنی شاکار کرده بچه. بچه ان زد دی رو ببینید 92,000 تا 89,000 تا بچه و 110,000 تا بهمون سود داده بچه. ما نزدیک 3 تا زدیم، نزدیک تی پی مونه از 0.60 69 5 عددی خوشگلی و الان حال حاضرش 0.61 856 بچه. انشالله که اینم
تیپی های خوشگلی بهمون بده که الان نزدیک فول تیپیه. بچه ها نگاه کنم ببینم اگر بالاتر بده تیپی ها رو جابجا میکنم و انشالله که یه سود خوبی به همه داده باشه. ما اصلا این یادمون رفته بود بچه ها 3 تا پوزیشن هم روش دارین دوستان. عرضم به حضور شما که بریم ببینیم سودامون در اصل چقدر بوده بچه ها. ببینید بچه ها از بالا شروع کنیم بچه ها. 50,000 تا اولی، 54,000 تا، 57,000 تا، 60,000 تا، 64,000 تا، 72، 72، 77، 80، 84، 85، 90، 93، 111، 134، 192، 218، 222، 278 بچه 282، 308، 338، 350، 360، 369، 376، 377، 381، 388، 390، 408، 413، 411، 527، 649 و جمع سودمون 8,279,000 خورده یه بچه. نوش جون اونایی که با ما گرفتن و سود کردن.